سلام بچه ها، خوبین؟ امروز میخوایم با این تیکه های خوش رنگ و در هم و بر هم لگو یه ستاره قشنگ بسازیم. ستاره ها همیشه نشونه امید و آرزو بودن. وقتی یه ستاره نورانی تو آسمون میبینیم میتونیم تو دلمون یه آرزوی قشنگ بکنیم. بچه ها، ستاره ها رنگای مختلفی دارن. اینو میدونستین؟ مثلا بعضیاشون آبی‌ان، زردن، قرمزن. ولی چرا ما اونا رو همیشه سفید میبینیم؟ چون که فاصله شون از ما خیلی دوره و تا نورشون بیاد و به چشم ما برسه رنگشون رو سفید میبینیم. نزدیکترین ستاره پرنور و گرم به ما خورشیده. ستارمون کم کم داره کامل میشه. به همین سادگی میتونیم یه ستاره کوچولو و قشنگ لگویی بسازیم.